الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درم عزیزان، درباره آداب مسلمین، یکی از آداب های مسلمین آداب مهمانداری کمتر صحبت کنیم انشاءالله. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یک حدیث مبارک می فرمایند که اکرم الضیف فانه اطاع الله، یعنی مهمان را حرمت کنید، مهمان را اکرام کنید، چون که وی عطای خداوند است. در مهمانداری دو شرط هست. اول مهمان را برای خوجه کرسن، برای ریا مهمانداری نکردن. دوم به نزد مهمان از طعامهای حلال و پاکیزه ماندن. انا همین شرط مهمانداری حساب می شده است. خداوند به موسی علیه السلام وحی کرد: ای موسی، اگر مهمان خودت را حرمت کنی بر تو بهشت عطا کنم، و اگر مهمان من را حرمت کنی، عزت کنی، بر تو دیدار عطا کنم. حضرت موسی علیه السلام: خداوندا، مهمان تو کی؟ مهمان من کی؟ همین وقت وحی الهی آمد که ای موسی، مهمان تو اون کسی که برای وی علاهده ضیافت تیار کرده، دعوت کرده به خانت بیاری. مهمان من باشد، خودش آمدگی مهمان من حساب میشد. خداوند مرحمت کرده. اکنون عزیزان، وقتی که به خانه‌تان مهمان می آید، به جای نقص شنانید، کشاده روی باشید، خندان باشید. در نزد مهمان به اهل عائلتان، به فرزنداتان گپ‌های درشت، گپ‌های سخت نزنید که دل مهمان میرنجده است. به نزدش در رو دسترخوان انداخته طعام مانید. بسیار خوشامد نکنید. در طعام خوردن از مهمان پیش دستتان را پاک نکنید. بعد طعام اگر مهمان رفتنی شود، یک بار دو بار ماندنش را پرسید، بعد اجازت دهید. مهمان را هیچ منت نکنید، چون که مهمان بر رزقش می آمده است. حضرت عمر رضی الله عنه وقتی که بر خانهشان مهمان می آمد، راست استاده برای مهمان خدمت می کردند. اوی حضرت شنید گفتگنده؟ حضرت: نه، من از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شنیده بودم که به هر خاندانی که مهمان می آید، در اون خاندان فرشته ها قیام میستند. من شرم میکنم که فرشته ها خسته استن و من ششته گرم، برای همین من خسته برای مهمان خدمت میکنم میگفتن. اکنون بزرگان طبیعت انسان با 4 قسم جدا کرده دیدن. یکمش همین که کریم صفت. کریمی این صفت خداوند. کریم صفت کی؟ کریم صفت همون شخصانه که خودشون نمیخوردن و به دیگرها میدادن. دویم سخی. سخی آن کسانه که هم خودشان میخورند هم به دیگرها میدهند. سومش بخیل. بخیل آن آدم هایی که خودشان میخورند لیکن به دیگرها نمیدهند. چهارمش لعیم. لعیم آن شخصانه که نه خودشان میخورند و نه دیگرها میدهند. صاحب 4 کتاب در همینجا میگویند که مال به حد در عالم غون کردگر، عاقبت در گور حسرت بردگر. در تاریخ و ما معلوم که اولین مهمانداری کردگی حضرت ابراهیم علیه السلام حساب میشن و کنیشان ابو ضیف، یعنی پدر مهمان. هیچ به مهمان حضرت ابراهیم علیه السلام طعام نخوردگی. یک روز شنیدن که یک مجوسی آمد به نزدشان نشست. در همین وقت حضرت ابراهیم علیه السلام گفتن که تو اول دستانت را شوی، مویهای لبت را سر کلته کن، ناخنهایت را گر، بعد من ته مهمان کنم. گفتن که این گپ به دل مجوسی سخت رسید و وی رنجید و خسته برآمده رفت
همین وقت وحی الهی شد که ای ابراهیم من این مجوسی و 70 سال باز رزقش دست دادم هیچ منت نکردم یک بار درگاه تو اومده که تو منت کردی گفته وحی الهی شد همین وقت ابراهیم علیه السلام از جاشان خستن از پس مجوسی رفته و یا به خونهشان از دیگر گردنده گرفته آمدن که از پشت من از خداوندم تنبیه شنیدم. در همین حالت مجوسی این چخیل خداوند که بروی یک دشمنش دوستش به تنبیه داد کلمه عرضه کنید من نیز ایمان بیارم که همون وقت مسلمان شده است. عزیزان الها همه بندگانت را خداوند محبت مهمانداری در دلشان عطا کرده از ثواب مهمانداری بهره مند کنید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.